امروز گفتم راجع به زندگی تو آلمان صحبت بکنم و اینکه زندگی برای یک ایرانی تو آلمان چطور میتونه باشه و آیا اصلا آلمان کشور مناسبی برای ایرانیا هست یا نه. اگه جواب کوتاه بخواید، یعنی اولش بگید حوصله ندارم کی میخواد حالا این حرفای طولانی رو گوش بکنه، جواب خیلی سریع میخواید، جوابش نه هست. آلمان کشور مناسبی برای ایرانیا نیست. حالا سعی میکنم تو این ویدیو باز بکنم که چرا آلمان جای مناسبی برای ما نیست. خب من اینجا به هر حال سابقه حدود 6 سال زندگی رو دارم، درس خوندم اینجا، کار کردم و میتونم تقریبا بگم اون چیزی که میخوام بگم، حالا با توجه به اینکه سعی میکنم خودم رو آگاه نگه دارم و از دور و برم اطلاع پیدا بکنم و با توجه به اینکه حالا تحصیلاتم هم روانشناسی هست، فکر میکنم چیزی که قرار بگم میتونه یک نگاه جامعی به شرایط داشته باشه و بگی که به ما مثلا که چرا اینجا برامون جای مناسبی هست یا جای مناسبی نیست. و سعی میکنم که حالا یکم توی نگاهم و نظرم به هر حال تحصیلات و اون اطلاعاتی که دارم رو هم داخل بدم، یعنی همه چیز خیلی شخصی نباشه. نظر کلی من اینه که آلمان جای مناسبی برای ایرانیان نیست. یه دلیل خیلی عمده و بزرگش اینه که اساساً فرهنگ ما با فرهنگ آلمانی بسیار متفاوته. حالا من وارد این جنبه‌های تفاوت فرهنگیش میشم که چرا ما اینجا رو نمیتونیم کلاً به عنوان یک مقصد محبوب برای خودمون در نظر بگیریم. ببینید ما از نظر فرهنگی یک ملت فردگرا، جمعگرا هستیم. یعنی یک ملتی هستیم که خیلی با همدیگه هستیم، کنار همیم، به همدیگه احساس مراقبت نسبت به همدیگه داریم، توجه میکنیم به همدیگه، حال همدیگه رو میپرسیم. خب به هر حال اون فرهنگ هم یعنی از اون جنبه های جمعگرایش نقاط منفی خودشو داره که به هر حال آدم ها خیلی کار هم دخالت میکنن، پشت هم حرف میزنن، دسیسه میکنن، اینا رو داره. ولی به هر حال ما از نظر فرهنگی یک فرهنگ جمعگرایی داریم، یعنی چگونگی بزرگ شدن ما، رشد یافتن ما و اون تربیت ما یک بخش مهمش جمع و جامعه بوده، دوستان بوده، خانواده، فامیل و همه اینها. از اون سر قطب که نگاه بکنیم، یعنی ما اگر یک پیوستاری داشته باشیم، اینجا فردگرایی باشه، اینجا جمعگرایی، ما شاید اینجا باشیم، آلمانی‌ها اینجا باشن. یعنی اینقدر ما فاصله اون از هم دوره. یعنی خیلی وقتا من میگم ما این سر قطبیم، اونا اون سر قطبن. پس یکی از دلایلی که میخوام بگم که چرا اینجا به ما خوش نمیگذره و چرا حالمون خوب نیست، البته باز این چیزایی که دارم میگم حالا الان یه سری نگن نه اینا نظر شخصی، تو معلوم نظر شخصی من نظر شخصی شما که نیست، من دارم نظر شخصی خودم میگم. شما هم میتونید بگید که نه اینطوری نیست، خیلی هم خوبه، خیلی هم عالی، دشواری هم نداریم. ولی خب من دارم نظر خودم میگم، یک سری ممکن من هم عقیده باشن، یک سری هم نباشن، ولی سعی میکنم دلیل بیارم که چرا اینطور فکر میکنم، حالا چه برای کسایی که اینجا هستن چه برای بچه‌هایی که بعداً دوست دارم بیان، شاید یک راهگشایی باشه که اصلا مشکل کار کجاست.
آلمانیا از اون سمت به شدت فرهنگ فردگرایی دارن، یعنی فرد اولویت داره بر دیگران، خود فرد در اول همه چیز قرار میگیره. یعنی فرد اولویتی که داره بالاتر از پارتنرش هست، بچهش هست، خانوادهش هست، دوستاش هست. ببینید اون فرهنگ ایثار، فرهنگ از خودگذشتگی، فرهنگ مرام معرفت که ما توی ایران داریم، توی آلمان به اون شکل و به اون نوع معنایی نداره. یعنی یک وقتایی شما توی ایران یا توی فرهنگ ایرانی بودن از رفاه، از حال خوب، از خوشگذرانی و لذت خودت میگذری. برای چی؟ برای اینکه یک کس دیگه ای در رفاه باشه، یک دوستی، آشنایی، فامیلی، خانواده، یا حالش خوب بشه یا بتونه اون هم لذت ببره. اینجا چنین چیزی وجود نداره. اینجا فرد اولویت اصلی ماجرا است. پس ما دو تا فرهنگ، یعنی ما از نظر فرهنگی به شدت با هم متضاد هستیم از نظر این تعاملاتی که ما توی جامعه با هم دیگه داریم. یکی از مشکلات اصلی که بسیاری از مهاجران تو آلمان دارند، حالا چه ایرانی‌ها چه غیر ایرانی‌ها، مشکل تنهاییه. یعنی شما حالا کشور آلمان یک کشوریه که 85 میلیون جمعیت داره، تقریبا مثل ایران، ولی آدم اینجا به شدت احساس تنهایی میکنه. شما هم وقتی مهاجری، خب طبیعتاً آدمای جامعه میزبان از شما بیشترن دیگه ها. اونا مثلا نمیدونم چندین میلیونن تو یه نفری، حالا نهایت با جامعه ایرانی خودت مثلا دوره مثل 300,000 تا کلا ها. خب پس تو در نهایت باید بری دوست، کار، شغل، همه چی توی جامعه میزبان با آدم‌های میزبان، آدم‌هایی که این یعنی در واقع به طور طبیعی احتمالی که اونا آلمانی باشن خب خیلی بیشتره. خب و آلمانیا مشکل اینه که اینها به شدت راجع به ایجاد دوستی کردن محافظه کارن، نه فقط هم با خارجی ها، با خودشون هم همینطور. خب یعنی به شدت بسته‌اند، به شدت محافظه کارن، به شدت آدمای ریسک نکنی هستن، به شدت آدمایی هستن که دوست دارن خودشونو در یک منطقه امن قرار بدن و به شدت سخته با اینا دوست شدن. دوست شدن منظورم نیست که سلام علیک و سر کارتون، این که رفیقت بشه، این که بتونی روش حساب بکنی. خب اینا باز میگم نظرات شخصی منه، هر کسی هم میتونه بگه نه من مخالفم یا واسم اینجوری نیست. به هر حال اینها تجربه زیسته من و تحلیل و تجزیه من از چیزایی که دارم. حالا اونایی که موافقم میتونم بگم، اونایی که مخالفن میتونن نظر خودشون بگم. پس ماجرا اینه که آلمانیا از نظر فرهنگی و اجتماعی به شدت بسته هستن نسبت به دوست شدن، نسبت به ایجاد ارتباط جدید کردن. یکی از معضلات بزرگ توی خود آلمانیا حتی که الان یکی از معضلات بزرگ اجتماعی شده، مشکل تنهاییه. یعنی خیلی از مردم اینجا تنها میمونن، چه جوون چه پیرش، با خاطر اینکه دوستی، رفاقت به اون معنایی که ما در ذهن هست اینجا تعریف نشده. و خیلی از بچه‌ها که خانواده ها رو ول میکنن و میرن دنبال کار خودشون و تو سن دیگه هم چون سخته، چون آدما اینجا خیلی پوسته سفت و سختی دارن برای نفوذ توشون که بتونی باهاشون دوست بشی. برای ما که به شدت فرهنگ جمع گرایی هستیم و برامون راحت این دوست شدن، برای ما به شدت سخته، چه برسه برای اون آلمانی که از بچگی هم یاد گرفته که خودش عقب نگه داره، قاطی نشه، منتظر این باشه که همش قراره طرد بشه توی جامعه از نظر ارتباط اجتماعی. خب واسه اون که خیلی سخت داره. یعنی ما اگه 3 تا اقدام بکنیم به دوستی، اون شاید یه نصف اقدام هم نکنه،
چون به شدت خیلی محافظه کارتر هم هست از ما. واسه همین این یه مسئله هست که اینجا خب ما ایرانی ها خب به شدت تنها میمونیم. یعنی دوست خیلی به ندرت پیدا. باز میگم حرفایی که میزنم حرفایی نیست که بگیم یکی بگه نه من 5 تا دوستم دارم. ما داریم در مورد یک کلیتی حرف میزنیم، در مورد الناز و مرتضی حرف نمیزنیم. خب در مورد یک جمعیتی، در مورد یک کلیتی، در مورد یک اینکه بتونیم بگیم که اکثرا چه حسی دارن. باز این هم نسبت به مشاهدات من و صحبت‌های من ایناست. پس مشکل دوست پیدا کردن و تنهایی اینجا خیلی مشکل بزرگی، نه فقط برای ما، برای خود آلمانی‌ها مشکل بزرگی، چون اینا کلاً یاد نگرفتن. حالا و با توجه به تجربه تاریخی هم که دارن که بعد از اون 2 تا جنگی که راه انداختن توی دنیا، کلاً خیلی آلمانی‌ها نسبت به اینکه اشتباه بکنن، ریسک بکنن و یه چیز رو اشتباه انجام بدن یا یه آسیبی ایجاد بشه خیلی محافظه‌کارن، خیلی ترسوان. واسه همین سعی می‌کنن خودشون رو عقب نگه دارن. خب وارد هیچ ماجرایی نشه. یعنی در واقع ما همیشه میگیم تو فارسی میگیم کسی که پاشو تو دریا نذاره خیس هم نمیشه، اما خب هیچ وقت هم اون لذت رو حس نمی‌کنه. این هم همونه. یعنی طرف میگه که گور و آبای لذت همین که پام خیس نشه، چون اگه یه وقت موج بیاد برم تو آب چی؟ خب واسه همین خودشون رو خیلی عقب نگه میدارن و اصلا سعی میکنن وارد این داستانا روابط و اینا نشه. خودشون هم رنج میبرن خب، ولی یه مدلیه که باهاش بزرگ شدن. یعنی یه کامپیوتر، یه سیستمی ریختی توش، طور دیگه ای نمیتونه عمل بکنه. پس این یک معضله که ما داریم اینجا، یک معضل تنهایی است که واسه همین من به نظر من برای ما اینجا جای مناسبی نیست آلمان. برای ما یک کشور دیگه مناسبه که به هر حال مردم از نظر جمعی خیلی شبیه تر به ما باشن، یا توی این پیوستار فردگرایی جمعگرایی بیشتر جمعگرا باشن. این از این. مسئله دوم مسئله آب و هواه. هوا توی آلمان خب اکثر اوقات، حالا به خصوص توی تقریبا میشه گفت شاید 8-9 ماه سال، شاید 8 ماه مثلا، خب خیلی سرده و زمستون و تاریک و خیلی کلا ما خیلی اینجا تابستون کوتاهی داریم که تابستون به اون معنا خیلی گرم نیست، یه جورای حالت بهار تابستون میکسه و خیلی هم کوتاه دیگه. و این خود کمبود نور توی خلق آدما، توی عواطف آدما، توی احساس آدما تأثیر میذاره. یعنی ترکیب سرما و ترکیب کم نوری، چون یعنی در واقع تو زمستون اینجا حدودای دیگه ساعت 4 و نیم هوا تاریک میشه و شما اون چه ساعت زیادی تو روز رو باید تو تاریکی باشی و اون قبلش هم که روشنه خورشیدی وجود نداره. یعنی تمام آسمون در من توی این 8-9 ماه کامل ابرای خاکستری تیره. حالا نمیگم همش داره بارون میاد، ولی ابر همش. و این کلا از نظر خلقی و از نظر موت هم شما رو پایین میاره دیگه. چون ما اصلا میدونیم که خیلی وقت توی تحقیقات نشون داده شده که ارتباط نور و افسردگی، یعنی کمبود نور و افسردگی، ارتباط خیلی مستقیم و خطی هست. و این هم یه مسئله دیگه، یعنی آب و هوایی که سرده، آب و هوایی که نور کمه توش، این هم یک مسئله دیگه است که برای ما اینجا رو جای مناسبی نمی‌کنه، چون خیلی شباهتی به کشورمون نداره. مشکل سوم مشکل نژاد پرستی توی آلمان هست. ببینید نژاد پرستی توی آلمان وجود داره. من نمیگم شایع هست که اصلا هر کسی تو خیابون رد بشه باید برخورد بکنه، اینا نه، اصلا اینطوری نیست. حداقل تو جایی که من زندگی کردم جنوب آلمان اینطوری نیست. شاید
شرق آلمان شدیدتر باشه. منتها این مشکل وجود داره، یعنی نمیتونیم بندازیم زیر فرش و بگیم نه دوستای من با هم خوبم پس نجات. نه، اینطوری نیست. این مشکل وجود داره و روز به روز هم داره بدتر میشه. روز به روز داره بدتر میشه به خاطر اینکه مهاجرایی که تو آلمان اومدن، خب خیلی هاشون بر اساس یک سیستم امتیازی و مثلا یک سیستم گزینش شده نیومدن. خیلی هاشون حالا یا برای فرار از جنگ یا با زرنگی همینجوری وارد این ماجرا شدن دیگه و این باعث شده یک، سوء استفاده از سیستم مهاجرت و پناهجویی حالا به هر حال زیاد بشه. دو، بدرفتاری هایی که از جانب مهاجران هست، جرم و جنایت هایی که مرتکب میشن و این چیزا که جامعه رو به شدت دو قطبی کرده. یعنی این باعث شده که جامعه یه وقتی شما تو خیابان رد میشی این که نمیدونه تو کی هستی، که جراح قلب باشی یا مثلا نمیدونم تمیز کننده ساختمون باشی، فرقی واسش نمیکنه. اون از ظاهرتون نگاه میکنی یه کتگوری بهت میده، این کشو خاورمیانه‌ای، عرب، کله سیاه، اینو وا میکنه میندازت توش، درش هم میبنده. و این توی سالهای اخیر شدیدتر داره میشه، چون هی یه سری آدم پیدا میشن که حمله میکنن به آلمانیا، حمله هایی که کشتار جمعی میکنن، ترور میکنن اینا. و اون وقت شما میبینی که همینطور هی این حمله ها شدیدتر میشه، جامعه خشمگین‌تر میشه، سیاستمداران ناتوانن از اقدام کردن چون قوانین دست و پاشون رو بسته و هی جامعه خودش سعی میکنه خودش دست به اقدام بزنه. وقتی عمل سیاسی موثر از سیاستمداران نمیبینه سعی میکنه خودش دست به اقدام بزنه و این خودش دست به اقدام زدن باعث میشه که روز به روز اون مردمی که اونجا هستن مخالف این همه مهاجر و پناهنده و اینا هستن خودشون شروع کنن بدرفتاری کردن، یعنی اینا رو زده بکنن، طرد بکنن که اینا زودتر برن، اینجا نمونه. این خودش یه مسئله دیگه است که الان بد شده و بدتر هم میشه در سالهای آینده. به نظر من این سه تا مشکل خیلی شدیدی هستن تو آلمان و چهارمیش هم زبان آلمانی هست که حالا من توی یک ویدئوی جداگونه اینو صورت ریزتر توضیح میدم که چرا این زبان اصلا اینقدر سخت و ناجور و نافرمه. بله، زبان آلمانی هست که زبون اصلا جالب و راحتی برای یادگیری نیست و این هم باعث شده که برای خیلی سخت باشه، خیلی نتونن اون توانایی و شایستگیشون اونطور که در زبان مادریشون هست نشون بدن یا اونطور که میتونن تو انگلیسی نشون بدن. رقابت پذیری و قابلیت رقابتشون با دیگران کم بشه و باعث بشه که تو جامعه کارهای پایینتری پیدا بکنن نسبت به اون تخصصی که دارن، چون اون سطح از توانایی زبانی رو که جامعه میزبان یا کارفرماها احتیاج دارن نمیتونه نشون بده بهشون. پس این هم یک معضل دیگه ایه که اگر یک جای دیگه ای باشه که بشه با زبان راحت‌تری کار جلو برد و آموخت و شایستگارشون داد، آلمان از این نظر میتونه یکی از آخرین کشورها ته این لیست باشه. همه چی گفتم دیگه. حالا تقریبا میشه گفت اینا چیزایی هست. حالا خیلی خورده مواردم داره دیگه، به هر حال بوروکراسی تو آلمان خیلی چیزا اینا، ولی حالا اون چیزایی که تو مراحل بعدی زندگی خیلی درگیرش میشین. اما به طور کلی اون احساس حال خوب داشتن سعی کردم تو این ویدیو توضیح بدم که چرا خیلی نمیتونید حال خوبی توی آلمان داشته باشید. البته اساسا بگم به هر حال آدم مهاجر هیچ جا در نهایت حالش خوب نیست، همیشه گم شده ای داره، همیشه دنبال خونه‌ش رو پیدا نمیکنه. اما خب
شاید یه سری جاها قابل تحمل تر باشه براش، یه سری جاها غیر قابل تحمل تر. و اینم چیزیه که ما رو رها نمیکنه، مهاجرا رو رها نمیکنه و باهاشون میاد تا زمانی که مهاجر هستن. خلاصه گفتم که حالا تو این ویدیو واسه اینجوری توضیح بدم که چرا آلمان جای مناسبی نیست. حالا توی ویدیوهای بعدی سعی میکنم به یکم باز جامع‌تر و ریزتر به این موضوعات داخلش و این داستان ها هم بپردازم. مرسی گوش کردین. تا زودی. فعلا.